دیروز ما شما خواندیم که خلاصه درس دیروز هم میگم که کسایی که تشریف نداشتن، دیروز ما خواندیم که یکی از علمای بزرگوار اسلام به نام علامه العلامه ابن ابی العز الحنفی رحمه الله، یکی از علمای بزرگ علامه ابن ابی العز حنفی رحمه الله بود. این یک کتاب بسیار مهم و معتبر داره به نام شرح عقیده طحاویه. امام طحاوی هم حنفی هست و امام ابن ابی العز حنفی هم حنفی هستند. یکی عالم است، یک عالم دیگه به نام العلامه، مارکر ما رو بخل دیروز که اینجا مانده خوب خوشکش کردن یا کار هم میتونی چطور است؟ جزاک الله خیر. بارک الله. دومش العلامه کی نام داشت که دیروز خوندیم؟ علامه ابن قیم الجوزیه. این هم یکی از علمای بسیار بزرگوار اسلام است. این عبدیشان میگفتن که القرآن کله بالتوحید. این درس دیروز است خلاصه. خب از اینا سوال شد که شما میگین که القرآن کله فی التوحید، وقتی که قرآن کلش در توحید باشه چه قسم در قرآن؟ خب بسیار موضوعات مختلف است. اینا امی ابواب تقسیم کردن، تشریح میکنن، بر ما و شما ثابت میکنن که کل قرآن درباره چی است؟ توحید است. اولش میگه که قرآن از مشان چی رو بحث میکرد؟ آفرین، کسایی که درس دیروز یاد دارن اقسام توحید. گفتن که قرآن از مشان اقسام توحید بیان میکنه. توحید ربوبیت به صدها آیت است، به صدها آیت دیگر توحید الوهیت است، به صدها آیت دیگر در توحید اسماء و صفات است. متوجه هستید؟ دوم گفتن که آیات قرآن بیان میکنه حقوق توحید، حقوق التوحید. و ما هي حقوق التوحید؟ اوامر الله، بیان لأوامر الله و نواهی صحیح شد؟ پس قسم دومش چی است؟ گفت که بسیاری آیات قرآن است که حقوق توحید بیان میکنه و حقوق توحید چی است؟ اوامر الله را بیان میکنه و نواهی الله را بیان میکنه. چی چیزا امر است و چی چیزا نهی است. کل زیر بر ما آیات قرآن بیان میکنه. اوامر است اقیموا الصلاة و آتوا الزکات واركعوا مع الراكعين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. این کل چی است؟ اوامر الله است. و نواهی الله چی است؟ یا ایها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. این چی است؟ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبیلا. پس اینا لیه. سوم قسمش چی هست؟ لوازم توحید. خب من این مایک در چیز خود میگیرم. سیس من این مایک اینجا میگیرم که دیگه سومش اولش اقسام توحید بود. الاول اقسام توحید الثلاثه، توحید الربوبیه والالوهیه والاسماء والصفات. اولش اقسام سیگانه توحید بود، توحید الربوبیت، الوهیت و اسماء و صفات. اول
ده توحيد أقسامه، ده ربوبية توحيد، ده ألوهية توحيد، أو ده أسماء وصفاته توحيد. الثاني حقوق التوحيد. وحقوق التوحيد بيان لأوامر الله وبيان لنواهي. ما هي أوامر الله؟ أوامر الله چیست؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ونواهي الله ولا تقربوا الزنا. أوامر دي الله سده دوم قسم حقوق التوحيد. حقوق التوحيد بمعنى داده دي الله أوامر بياني. دير آياتون دي دي الله أوامر بياني، أو دير نور آياتون دي الله نواهي بياني. سومش الثالث لوازم التوحيد. لوازم التوحيد شو بود؟ لوازم التوحيد الولاء والبراء. سوم قسم چیست؟ لوازم التوحيد. منظور از لوازم التوحيد چیست؟ لوازم التوحيد يعني دوستی با دوستای الله و دشمنی با دشمنای الله. دوستای الله کی هستند؟ نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، صحابه، تابعین، تبع تابعین، علماء اسلام، مؤمنین، موحدین، یا کلشان دوستای الله هستند. با امرایتنا چی میکنین؟ دوستی میکنین. و دشمنی با دشمنای الله، مغضوب علیهم یهودی هستند، دشمنی با الله را اعلان کردن. نصارا دشمنی را با الله اعلان کردن. کفار، سیکولرها، مشرکین، دهریین، مرتدین، اینیا کلشان چی کردن؟ خودشان دشمنی خدا با الله اعلان کردن. و انسان مسلمان چون موحد است بالایش لازم است، واجب است که به امرای دشمنای الله چی داشته باشه؟ دشمنی داشته باشه. اینمی دین ماست، عقیده ماست. اگر کس باز مخالفت با این میکنه خودش از دایره چی خارج میشه؟ توحید خارج میشه. چهارمش بسیاری آیات قرآن است که صفات الموحدین. صفات الموحدين يا صفات أهل التوحيد. كثير من الآيات القرآنية تبين أو تشرح صفات الموحدين. ما هي صفات الموحدين؟ القرآن عزيز الشان بسياري آيات القرآن است که صفات الموحدين بیان میکنه. بسیاری در آیات در قرآن در آیات در قرآن در آیاتونه دی چه در موحدین و صفات بیان میکنه. صفات موحدین چی هست؟ مثلا ما شما در سوره بقره میخوانیم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صفات موحدين چیست؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. صفات موحدين چیست؟ سپاره 18 قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اینی بسیار آیات قرآن است که صفات موحدین بیان میکنه. پنجمی چی هست؟ قصص الموحدین. بسیاری از آیات دیگه قرآن است که قصه های موحدین بیان میکنه. یک موحد مثلا بسیار قصص است. نحن نقص عليك احسن القصص. الله متعال میگه که ما با قدرت و عظمت خود چی را بیان میکنیم؟ بهترین قصص گفته. او چی است؟ قصص یعنی حادثات واقعی زندگی انسان‌های موحد. از آدم علیه السلام شروع میشه، ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. بین این قسم حتی از صحابه را بیان میکنه. این چی است؟ ششمیش چی بود؟ نتایج توحید فی الدنیا. نتایج توحید یا جزای موحدین، جزاء الموحدین. نتایج توحید او جزاء الموحدین فی الدنیا. چی را بیان میکنه؟ ششمیش نتایج توحید بیان میکنه یا پاداش و جزای موحدین بیان میکنه در دنیا. یعنی بر ما بسیاری آیات قرآن بیان میکنه که موحدین هر قدر ضعیف باشن، هر قدر مشکلات داشته باشن، در آخر عمر الله متعال اینا را نصرت نصیب میکنه. متوجه هستید؟ مثل که مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه را همین قسم ابراهیم علیه السلام در آتش نگاه کرد.
آتش سوختن نداشت. موسی علیه السلام در آب حفظ کرد. فرعون غرق کرد، یا غرق کردن نداشت و موسی علیه السلام طفل بود در داخل آب الله حفظ کرد. نوح علیه السلام از طوفان حفظ کرد و موحدین از طوفان در آب حفظ کرد. متوجه هستید؟ صحابه و رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه بدر، در غزوه احزاب، سوره احزاب میخونیم، غزوه بدر آیاتش میخونیم، صحیح 5000 ملائکه میان. پس این کل چیز این نتایج توحید است. در کجا؟ در دنیا. هفتمین چیز نتایج توحید فی الاخره. نتایج توحید یا جزاء الموحدین فی الاخره. چی است؟ یعنی نتایج توحید در آخرت یا جزاء موحدین در آخرت است. شپږم د توحید نتایج په دنیا کې او اوم د توحید نتیجه په آخرت کې. په دنیا کې کامیابی ده او په آخرت کې جنت او نعمتونه دي او د عذاب د الله له عذاب نه ژغورل دي. اینی نتایج توحید است در آخرت. این خلاصه درس دیروز ما بود که دوستایی که دیروز تشریف داشتن برای از اونا تکرار شد و دوستایی که نو آمده بودن برای از اونا هم معلومات داده شد که یعنی از درس دیروز شما به بهره نمانید. اینه میبینید. بعد از این میگه اشتمی چی هست؟ میگه اشتمی از این اسباب و علل الخروج من التوحید. اسباب و علتهای خارج شدن از دایره توحید است. این ما شما به نام چی میگیم؟ نواقض الایمان. چیست؟ نواقض الایمان. اسباب اتم څه ده؟ اسباب هغه اسباب او سببونه او هغه علتونه که چیرې په یو انسان کې پیدا سي ولو چې موحد همي د ایمان له دایره نه خارجيږي. این بسیاری آیات قرآن است. مثلا بعضی کسا هستن به اساس کراهیت با قرآن و سنت از دین خارج میشن. سنت بدش میاد. والذین کفروا فتعس لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله. الله چی نازل کرده؟ قرآن عظیم شان به شکل وحی جلی نازل کرده و احادیث صحیحه را به شکل وحی خفی نازل کرده. اینا دشمنی با احکام قرآن و دشمنی با سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم انسان از دایره ایمان چی میکنه؟ میکشه. یک کسی میگه ریش بده میه، یک کسی میگه مثلا مرا حجاب بده میه، یک کسی برش میگه مرا مسجد بده میه، یکی میگه مرا علمای اسلام بده میه، یک کسی میگه مرا صحابه بده میه، یک کسی میگه مرا پیغمبرا بده میه. اینالی در قرآن عظیم شان آمده اسباب و علت هایی که انسان از دایره ایمان خارج میکنه. دیر خلق دی چه مؤمنین دی، موحدین دی، لیکن داسی کارونه که چه دوی دی ایمان دی دایره نه چکیگی خارجی دی ایمان دایره نه راوزی ولی وزی دیده پر ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله. دیده پر دوی ما انزل الله سره کراهیت لري، بدبینی لري. یک نفر گیره کلی لکه در جنت تزی. یو نفر که دستی یو لیست دو لیست گیره لري خو گیره سره کراهیت لري و گیره من نخواهی خو بری شی میده. از مجبوریت مانده بینریش، از مجبوریت نماز میخورم، از مجبوریت نماز میخورم، بعدش اینی کراهیت چی میشه؟ ما انزل الله و این باز در نواقض ایمان است. فهمیده شده انشاءالله؟ نومش چی هست؟ التعریف باعداء التوحید. التعریف باعداء التوحید چی معنی؟ معرفی دشمنای توحید. بسیاری از آیات قرآن عظیم شان هستند که دشمنای توحید معرفی میکنن. دشمنای توحید کی هستن؟ اینالی دشمنای توحید معرفی میکنن که این دشمنای توحید کی هستن؟ مثل فرعون، هامان، شداد،
نمرود، ابو جهل، اینا را در قرآن عظیمشان معرفی میکنن که یا دشمنای توحید است. نهم چه ده؟ ده توحید ده دشمنانو پیژندل. یعنی موږ تاسو ته د توحید دشمنان را پیژنی، لکه شداد، نمرود، فرعون، دا خلق دا د توحید دشمنان دی. قرآن معرفی کی چې دوی څه رقم خلق دي، وی پیژنه چې تاسو په دې مرض کې مبتلا نشئ. دهم او العاشر صفات اعداء التوحید. دومش چی است؟ صفات دشمنان توحید. صفات دشمنان توحید در قرآن عظیمشان بیان میکنن که بعضی از کسا هستن که اینا دشمنای توحید هستن. مثلا چه قسم بیان میکنن صفاتشون؟ میگه ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. این صفت دشمنای توحید است. اگر برشان دعوت بکنی یا دعوت نکنی حق نمیپذیرن. سواء علیهم. یا مثلا میگه و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. چرا؟ میگه صفتشان چی است؟ یخادعون الله والذین آمنوا. یا فریبکاری میکنن به امرای الله و به امرای مؤمنان. و ما یخدعون الا انفسهم. یا فریبکاری نمیکنن مگر به همراه چی فریبکاری میکنن؟ به همراه نفسای خود. بعضی اوقات یک منافق، یک کمونیست است، در بسیاری جایا ببینیشان ظاهرا میگه که این است در پیشانی من کافر نوشته شده. خدا پیشانی مرکب هم خود نوشته نشده که مرکب است. خدا از معاداتش میفهمه، از تقالیدش میفهمه که نمی مرکب است، 4 پای روان است. متوجه هستی؟ پس بسیاری وقتا با ظاهرا به من بسیار اسلام خوش دارم، اق نماز میکنم، ات ذکر میکنم، ات چپنک ساوس پوشیده، باز وقتی که و اذا خلا بعضهم الى بعض، باز وقتی که و اذا خلا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. یکی از صفات ایره بیان میکنه. یعنی صفات والذین اجرموا، صفات دشمنان توحید الله بیان میکنه. والذین اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. مجرمین همیشه سر مسلمانان چی میکنن؟ خنده میکنن. این سعی کنین من موتر $60,000 چکر میزدم، اینی رو میبینی باز بس بسک میکنه، اون دایره میبینی. خدا بسیار استاد کلان است، لیکن بیچاره سر بایسیکل یک تایره روان است. متوجه هستی؟ مرا سعی کن، قصر مسعی کن، خانه مسعی کن، ویر سعی کن، قوانیش سعی کن. مرا سعی کن ریشه چپتراش زدیم که مایم چقدر لکس است. زیر سعی کن ریش چیز یعنی ضعیفه چطور است. این چی میشه؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون و اذا مروا بهم يتغامزون. دیگه صفتشون چی است؟ وقتی که از پیش مسلمانان تیر شدن، هیچ چی گپ از دست این کار است. جوانان سریع سرشون یکی دیگه این استاد شاگردای استاد دایی رو یک سال کنی کلش مکتب نخونده بیچاره، تو بی سواد مطلق. در حال که میاله 95% از کسایی که در درس‌های تفسیر هستن کلشان چی هستن؟ محصلین پوانتون هستن، دکترا هستن، انجینیرها هستن. از کل از اونا که محصلین شرایط هستن، محصلین طب هستن، محصلین انجینیری هستن، تعلیم تربیه هستن از پوانتون‌های مختلف افغانستان بیجنبه. لكن و اذا مروا بهم يتغامزون و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين و اذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون و ما ارسل علیهم حافظین. کو بادیگارد داشتن؟ بادیگارد هم نداره. داریم بادیگارد، از ملائکه داریم. پس اینجا چی هست؟ این صفات دشمنای توحید. جزاک الله خیر. این صفات اعدای توحید یا دشمنای توحید است. این هم در قرآن بیان میشه. 11 چی است؟ یعنی لسن تو د توحید د دشمنانو توصیف یا صفاتونه. یو لسن څه ده؟ یو لسن نتائج وبرهي قصص. يعني تعريف والصفات مثل هذه ورزين. إذا صفات الموحدين وإذا صفات أعداء التوحيد. في بعض هذه صفات جزئية. بعض قصص الموحدين بعض شيء قصص أعداء التوحيد.
قصص اعداء توحید در قرآن عظیمشان بسیار قصه های چیست؟ دشمنای توحید است. قصه قوم لوط است علیه السلام، قصه چیست؟ عاد است، عادی ها دشمن توحید بودن، ثمودی ها دشمن توحید بودن. متوجه هستن؟ فرعونی ها یا چی بودن؟ دشمنای توحید بودن. پس قصه های اعداء توحید است، دشمنای توحید است. یعنی یولاسم چیدی؟ ده توحید ده دخمنان و قصیدی. فرعونیان ده توحید دخمنان و عادیان، عاد، ثمود، اصحاب الایکه، قوم نوح، قوم لوط، در طول ده توحید دخمنان و ده قصه هم بقرآن که بیان سیدی. الثاني عشر نتائج عداوة التوحيد في الدنيا. اینجا بود نتایج توحید در دنیا بود، اینجا نتایج دشمنی توحید در دنیا هست. دلتا نتایج بگم انت نتایج توحید به دنیا کی و جزاء الموحدین. اینجا نشان میده نتایج دشمنی توحید در دنیا هست. مثلا بسیار آیات قرآن است نشان میده که فرعونی ها چه قسم غرق شدن، چه قسم غرق شدن و هلاک شدن. قوم لوط علیه السلام، آن خالقی که در هنگام سحر کرد قوم لوط را زیر و زبر، در آیات قرآن آمده که چه قسم اینا هلاک شدن. ما شما میخوانیم یه بس عملی حالی کلیدش هستی، کلید قرآن شناسی است که اول این کلیده که بفهمیم مغزت خوب صحیح آیا شد، باز وقتی قرآن شریف باز کنیم باز آیاتش خوانده میریم. دیدی دولسم چه ده؟ توحید سره ده توحید دخمنی نتیجه، یعنی ده توحید دخمنی پایله چه ده؟ نتیجه چه ده؟ پایله چه ده؟ خاتمه چه ده؟ ده بدیرو آیاتو که بیان سویدی ده توحید دخمنان، مثلا ده فرعونیان آخر چه وسو؟ ده قوم لوط نهایت چه وسو؟ ده نوح علیه السلام قوم اقد توحید دخمنان چه بوده دوی حالت چه وسو؟ ده بدی آیاتو که بیان او دیار لسم چه نتائج عداوة التوحید في الآخرة. نتائج عداوة التوحيد في الآخرة يعني ده توحيد ده دخماني بايلة بآخرتك. إن الذين كفروا بالتوحيد لهم عذاب شديد، لهم عذاب أليم، عذاب جهنم. دیر آیاتون ندیچه دبایدی بسیار آیات است که نتایج عداوت دشمنی با توحید در آخرت بیان میکنه. خلاصه اولا بالعربي نحن قلنا يقول عالمان الجليلان العلامة ابن عبد العزيز الحنفي والعلامة ابن قيم الجوزية هما يقولان إن القرآن كله في التوحيد. القرآن كله في التوحيد. لماذا كل القرآن في التوحيد؟ يقولان أولا القرآن يبين أقسام التوحيد، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثانيا كثير من الآيات القرآنية تبين أو تشرح حقوق التوحيد، أي بيان لأوامر الله وبيان لنواهي الله. ثالثا كثير من الآيات القرآنية تبين لوازم التوحيد، ولوازم التوحيد هي التولي والتبري أو الولاء والبراء، تولى والولاء والبراء. رابعا صفات الموحدين، هناك كثير من الآيات القرآنية التي تشرح أو تبين صفات الموحدين. وخامسا قصص الموحدين. سادسا نتائج التوحيد أو جزاء الموحدين في الدنيا. وسابعا جزاء الموحدين أو جزاء التوحيد أو نتائج التوحيد في الآخرة. ثامنا
أسباب وعلل الخروج من التوحيد. ما هي أسباب أو العلل التي تخرج الإنسان المسلم الموحد من التوحيد؟ هي نواقض الإيمان، نواقض التوحيد. فهذا الإنسان عندما يعمل ببعض الأعمال أو يتكلم ببعض الكلمات فهذا الإنسان يخرج من الملة، من التوحيد. تاسعا التعريف بأعداء التوحيد. التعريف بأعداء التوحيد يعني كثير من الآيات القرآنية تبين أو تشرح أعداء التوحيد، يعرفونهم لنا مثل فرعون وهامان وشداد ونمرود، فهؤلاء أعداء التوحيد. عاشرا لأعداء التوحيد أو لعداوة التوحيد صفات، فهؤلاء الكفرة لهم صفات مثل صفات الكفار وصفات المنافقين وصفات المرتدين وصفات الزنادقة. كثير من الآيات القرآنية تبين صفات هؤلاء أعداء التوحيد. ثم 11 هناك آيات أخرى تبين قصص أعداء التوحيد، قصص قوم فرعون وقوم هامان وقوم شداد وقوم نمرود وغيرهم. 12 نتائج عداوة التوحيد في الدنيا. آيات كثيرة في القرآن تبين ما هي نتائج عداوة التوحيد في الدنيا. في الدنيا هؤلاء مثل قوم نوح ومثل قوم فرعون ومثل بقية أعداء التوحيد. 13 نتائج عداوة التوحيد في الآخرة. في الآخرة لهم عذاب أليم ولهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب عظيم. هذه خب درس ما بالفارسي. القرآن كله في التوحيد چی معنی؟ یعنی تمام قرآن عظیم شان ای 13 چیز کلید قرآن شناسی هست. عنوان از این را نشته کنین کلید قرآن شناسی. در زیر کلید قرآن شناسی در داخل قوس نشته کنین که القرآن کله فی التوحید. قرآن کلش در توحید است. چند کلید داره؟ 13 کلید داره. هر کلید دندانه ها داره. عالی کلید قرآن شناسی چند دندانه داره؟ 13 داره دندانه داره. دندانه اولش چی است؟ بیان میکنه، میگه بسیاری از آیات قرآن اقسام توحید بیان میکنه. توحید ربوبیت بسیار آیات است. الحمدلله رب العالمین، قل من رب السماوات السبع. این کلش آیات قرآنی است که دوم حقوق توحید. بسیار آیات قرآن است که حقوق توحید بیان میکنه. حقوق توحید چی است؟ اوامر الله و نواهی الله است. یعنی بسیاری آیات قرآن اوامر الله را بیان میکنه که الله متعال امر کرده که اینی کارها را بکنین، اینی سخنها را بگوین، اینی اعمال انجام بدین. این از حق توحید است. و دیگه چی است؟ بسیاری آیات قرآن است که بیان میکنه نواهی توحید که شما اینی کارها را نکنید. این بسیاری از چی هست؟ خب چهارمی که است لوازم توحید. سوم است لوازم توحید است. لوازم توحید چی است؟ الولاء و البراء هست. چی معنی الولاء و البراء؟ الولاء دوستی با دوستای الله و دشمنی با دشمنای الله. این از لوازم توحید است. یعنی انسان مسلمان موحد بالایش لازم است و فرض است که با دوستای الله دوستی بکنه و با دشمنای الله دشمنی بکنه. چهارمیش که بوده بیان صفات موحدین است. یعنی بسیاری از آیات قرآن است که صفات موحدین بیان میکنه که موحد چی صفات داره؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یکی از صفات موحدینی است که در عبادت خود بسیار خشوع را در نظر میگیره. رقص نمیکنه، تن نمیپرته، خیزک نمیپرته، اشپلاق نمیزنه. متوجه هستی؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ساز بود، موسیقی بود، رشخندی بود، مجالس فسق و فجایع بود، از اون مجلس هم تو اعراض میکنه، فرار میکنه، تو مجلس نمیشینه. این صفات کی هست؟ موحدین است. دیگه پنجمیش چی بود؟ قصه های موحدین است. قصص یعنی واقعات حقیقی. یکی قصه هست، جمع قصه قصص است.
یکی قصص است. قصص چی را میگن؟ یعنی جمع چیست؟ این واقعیت هاست. قصه ساختگی نیست، یعنی چیزهایی است که الله متعال بر ما این واقعیت چی کرده؟ بیان کرده. مثلا موحدین، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین چه قسم در زندگیشان حادثات رخ داد. شما باید امی حادثات سرتان تطبیق بکنید. اگه سختیاش سرتان اومد جگرخونی نکنید. خوشی های شما زیاد خوشی نکنید. آدم مسلمان از سختی میکنه، باز که اگه یک کمک گپ شنید وقت ببینیش که فرار کرده. این حال باید چی باشه؟ ببینه که مثلا موحدین چی حالاتی در زندگی خود داشته. دیگه ششمی چی است؟ بسیاری آیات قرآن از بیان میکنن نصرت الله را بر موحدین در دنیا. همیشه ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر شما نصرت دین الله را بکنید، الله شما را نصرت کامیابی میده. مرگ انسان معلوم دار است. هیچ کس نمیتونه کسی را بکشه تا وقتی که امون مقدر و مقرر نباشه. بسیاری وقتا ما شما بریم یک جای زلزله میشه، به هزاران نفر میمیرن، لکن بعضی کساست در موقعات سنگا و ترام میکشنش زنده. صحیح نه؟ بعضی کساست که هیچ زلزله هیچ گپ هم نیست، زمین میره موتور یک تکانک میده، خیالش که زلزله سمت مفتاح میمیره. هیچ رو تو شد میگه والا بیچاره ماشم سرش شاسی رو اومد چی اومد. پس این حالا چی است؟ نصرت الله و در دنیا نصیب مؤمنین است. این هم آیت قرآنی بیان میکنه. خب دیگه هفتمی چی است؟ بیان است برای پاداش موحدین در دنیا. این هست. هشتم چی است؟ اسباب و علت. فکرتان باشه این در بین از بسیار خطرناک است. این در وسط که اینجا آمده، این هشتمیش فاصل است. این بسیار خطرناک است. بسیاری کسان هستند که در اینی مبتلا میشه. این چی است؟ این اسباب و علت هاییست که یک انسان موحد و مسلمان که در خانه مسلمان پیدا شده کلمه هم میخوره، این از دین چی میشه؟ خارج میشه. مثل کراهیت ما انزل الله، مثل شرک، مثل دشمنی با دوستای الله، دوستی با دشمنای الله. این تقریبا 10 نواقض است که در آیات قرآنی تشریح میکنه. نومش چی است؟ دشمنان را معرفی میکنه، دشمنای توحید معرفی میکنه، صفات دشمنای توحید بیان میکنه. 11مش ام واقعیت هایی که دشمنای توحید در زندگی خود دیدن اینو بیان میکنه و بالاخره نتایج توحید در دنیا و نتایج توحید در آخرت. به پختو که هم وایم که القرآن و کله فی التوحید، یعنی طول قرآن، در قرآن طول آیتونه که توحید کی ولی ذکر چې ډیر آیتونه د توحید اقسام بیانوي، بعضی د توحید حقوق بیانوي، بعضی نورې د توحید لوازم بیانوي چې د الله د رسول سره دوستي او د الله دښمنانو سره دښمني. بعضی آیات چې د موحدینو صفات بیانوي، بعضی د موحدینو قصې بیانوي، بعضی آیات چې نتایج توحید په دنیا کې بیانوي او بعضی هم نتایج توحید په آخرت کې بیانوي. بیا اسباب او علت ده حق انسانان شد ده توحید نخارجیگی، ده ایمان نخارجیگی، مؤمن نه لکن ده کافریگی، ده دی بیانی. بیان ده هم شده معرفی که ده توحید دخمنان کم خلق دی معرفی که بعضی آیاتی چه بیاد دوی صفات بیانوی شد توحید دخمنان چه صفتونه لري. یعنی منگوالی دعوایی ده ده پارا چه پمون که ده صفتونه پیدا نیستی. بیا د دوی قصې بیانوي چې دا څه په دوی باندې څه حالتونه راغله، نتیجه څه سو. بیا د دوی نتایج بیانوي چې که څوک توحید سره دښمني کوي په الله کې په دنیا کې الله دا ذلیلوي لبین است بالاخره په ډېر خواري ذلت تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. نتایج عداوت دښمنی چه په آخرت کې، یعنی چې په آخرت کې به هم دا انسانان دا دښمنان باید دوی ته دوزخی، دوی لپاره د عذاب د الله عذابی. دا خلاصه و د چی شي د توحید کلی. پوه شوی؟ این 13 چیز نامش چی گفتیم؟ کلید قرآن شناسی، کلید قرآن شناسی. من کتاب نوشته میکردم به نام کلید قرآن شناسی. کلید قرآن شناسی این همی است. چی است قرآن کلید قرآن شناسی؟ این کلید است.
کلید قرآن شناسی چی هست؟ این هست. یعنی کلید قرآن شناسی هست که القرآن دیده؟ چی هست؟ کلهم صحیح شد؟ ها؟ کلید است. کلید قرآن شناسی. اینا اینی دندانه های شد. چند تا دندانه داره؟ یا گرفتین کلتان انشالله؟ کی میتونه اینه میره که تخته سیل نکنه برای ما به خیزار بگیره؟ ها؟ ببینیم. البته بسیار خوب. چند نفر؟ من چقدر زور زدم آخرم. چند نفر دست قبول که؟ 1 2 3 4 5 6 اثر بگویم. خب ما خود آخر امتحان میگیریم، شهادت نامه میتیم. 50 نمرش کسایی که اینجا چی میشن؟ روزانه نمره میگیره. اینجا شاهد است نه؟ باز میبینیم که کی چند دفعه سر تخته آمده و درس تشریح کرده. این حال کی میاد دیگه تو خوب غیرتی هم تو بدون از اینکه ما مجبوریم خودش هم تو دویده میاد و درس تشریح میکنه. هست کسی؟ بیا. من تا از 1 دقیقه زیاد وقت نشد. نه مختصر در 1 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. درسی که از دیروز تا امروز ما و شما در روی از اون بحث داریم استاد محترم تشریح کردن ارتباط به موضوع قرآن کریم بود. یعنی قرآن کریم موضوعش چیست؟ دو عالم بزرگ علامه ابن عبدالعزیز حنفی، علامه ابن قیم جوزی رحمهم الله موضوع کلی قرآن کریم را توحید میدانند. چرا؟ دلایلی میارن به اینکه تعدادی از آیات قرآن کریم بحث از اقسام توحید میکند و تعدادی از آیات قرآن کریم حقوق توحید را بیان میکند که یعنی چیست اوامر الله را عمل کردن و از نواهیش اجتناب کردن. آفرین. سوم لوازم توحید که برای ما لوازم توحید هست. بار که یک نفر دیگه بگه. شما بگین لوازم توحید. با کلگی نوبت برسه. بسم الله الرحمن الرحیم. سومش لوازم توحید است که الورا و براست، دوستی با دوستای الله سبحانه و تعالی و دشمنی با دشمنای الله. آفرین. چهارمی صفات موحدین شیخ عبدالرحمن تعریف میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمی از صفات موحدین در کلید قرآن شناسی و عالم برای ما بیان میکنه که چی صفات و خصوصیت ها داره که در قرآن نمیشون برای ما بس. اینمی قطار کسی یک دانه بیان میکنه. بعد از این نوبت توست. بیا. پنجمی چی است؟ بسیاری از آیات قرآن کریم که صفات موحدین را بیان میکنه. مثل چی مثلا؟ یک مثال بگو. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نفر بعدیش ماشاءالله. سلام علیکم. پنجمش چی است؟ قصص الموحدین بیان میکنه. مثلا یعنی قصه های موحدین مثل قصه نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. نفر بعدی بسم الله الرحمن الرحیم. ششمش نتایج توحید. ششم جزای موحدین دنیا، جزای موحدین در دنیا قصص یعنی در دنیا برای کسایی که اهل توحید هستن الله چی عزت برشان نصیب میکنه. نفر بعدی بسم الله و السلام علی رسول الله. هفتمش نتایج توحید است. نتایج توحید و جزای موحدین فی الاخره همون جنتی که در نظر گرفته شده برای موحدین. بسیاری آیت قرآنی را بیان میکنه. نفر بعدی جزاک الله خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل هشتم که از کلید قرآن شناسی بود یا از اهل توحید عبارت است از اسباب و علل خروج ایمان.
یعنی مراد از است که کدام کارها کدام اعمالی هستند که توسط از اونها اگر انسان اونها را انجام بده از اسلام میبره، مانند شرک آوردن با خداوند و بدرد بدگفتن نفر بعدی جزاک الله خیر. بچه برای نفر بعدی تیسیز دو نفر بین. بسم الله الرحمن الرحیم. دومیش تعریف اعدای توحید می باشد، چه کسانی دشمنان توحید می باشد که عبارت از فرعون و هامان. آفرین. بعدیش بسم الله الرحمن الرحیم. دومی صفات اعدای توحید که چه کسان دشمنان موحدین می باشد. چی؟ چه کسان دشمن موحدین دشمنای توحید هستند، اونا رو معرفی میکنن. دو نفر گفتم بیاین. آها. بسم الله الرحمن الرحیم. صفت 11مش اساس دشمنای توحید می باشند که از فرعون، ابو جهل و آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. قسم 12مش نتایج عداوت توحید فی دنیا، یعنی کدام دشمنای دین یا دشمنای توحید. نتیجه دشمنی با توحید در دنیا چیست؟ نتیجه دشمنای توحید در دنیا پختو باید ها؟ د توحید د دښمنی پایله په دنیا کې څه ده؟ جزاک الله خیر. نفر بعدی از این قطار. بسم الله الرحمن الرحیم. ما خودمون که کلیف قرآن شناسی که شما رسیدگاه شد نتایج عداوت توحید فی الاخره، کسایی که دشمنان توحید هستن نتیجه زندگیشان در آخرت چی میشه؟ این رو بیان میکنم. جزاک الله. خواه ما یک کمی در کتاب میخوانیم، در کتاب خونده میریم میبینیم که کتاب برای ما چی میگه، شما گوش بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. علامه ابن ابی العز حنفی رحمه الله که در سال 792 هجری وفات کرده، این عالم بزرگوار میگه فإن القرآن اما خبر عن الله و اسمائه و صفاته، که قرآن که هست یا خبر است از اسماء و صفات الله. و به می شکل علمای دیگه هم هستن، تقریبا اینجا پیش ما 12 عالم هستن که کلشان 11 نفر ما یادداشت گرفتیم که اینا میگن که قرآن عظیم شان کلش درباره توحید است. ما اگر این کلش براتون بخوانم من مانده میشم، شما مانده میشین. ایده کامپیوتر هم است، بازی را میتونم برای مسئولین کسایی که برادرایی که بخشای تکنیکی ما را پیش میبره برشان میتیم، باز بر کلتان دلشان پرنت میکنه براتون میته یا در فلش هایتان براتون میته که از این استفاده کنیم. صحیح انشاءالله. مهم درس چیز خود شروع میکنیم. اقسام توحید. حالا ما و شما چی میکنیم؟ اقسام توحید میخوانیم. بعد از این اقسام توحید ما و شما در قرآن تطبیقی کار میکنیم. صحیح انشاءالله. با کلتان قرآن شریف رسیده دارین؟ کلتان قرآن شریف یا در مسجد هم قدر قرآن شریف هست که به کلتان برسه؟ ها کلشون. حال فعلا نه، پسان باز کار میشه. حال نه، حال پسان باز تطبیقی سر تطبیقی که رسیم، شاید امروز نوبت برسه یا نرسه. منتها فعلا چی میکنیم؟ شما باید کلتان قرآن شریف داشته باشید. دیروز یک دو نفر بر ما وعده کردن، یکیش گفت من 40 جلد قرآن شریف میارم، یکی دیگه گفت من 20 جلد میارم. آوردم؟ آوردن؟ گرفتن؟ با کی رسیدن؟ یک دانه قرآن شریف بگیرین، از این قرآن شریف ها نامتان در پشت سرش نوشته کنین،
یادداشت‌هایتان در او میرسانید. مثلا بعضی اوقات از کدام آیت باشه، هر کسی یک قرآن شریف از این قرآن شریف ها پیش خود داشته باشه. صحیح نی؟ برای کت خود نگاه میکنید. صحیح؟ چرا باز او بعضی یادداشت‌ها اطراف خودم این قرآن شریف های تعلیمی هست که باز بعضی یادداشت‌هایتان خیلی است. باز میشه مثلا حداقل عادت کنیم هم یک قرآن شریف پیش خودت باشه که همیشه باز عادت. خب اقسام توحید. اقسام توحید ما یک چیز داشتیم، یک جدول داشتیم، اما قایش سر چی شده بیایی؟ اگر ما داشتیم اینگه اقسام توحید که هسته اصلا 3 قسم است. اقسام توحید یعنی للتوحید 3 اقسام. توحید 3 قسم است، توحید 3 اقسام داریم. القسم الأول توحيد الربوبية. القسم الثاني توحيد الألوهية. والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية تنقسم إلى قسمين. توحيد العبادة وتوحيد الحاكمية أو توحيد الإطاعة. توحيد الربوبية، توحيد العبادات، توحيد الحاكمية. توحيد العبادات بازي قلبي همینجا میشه شما متوجه دوم قلبی، سوم زبانی، چهارم بدنی، پنجمش مالی. توحید حاکمیت دو بخش دارم. الحاکمیت التکوینیه والحاكمية التشريعية. این خلاصه اقسام توحید است. باز جدولش انشاءالله که نصب شد باز مفصلتر حل کنده بشه میفهمید. خب اول به عربی باز فارسی باز پشتو. اقسام توحید 3: توحيد الربوبية أولا، توحيد الألوهية ثانيا، وتوحيد الأسماء والصفات ثالثا. وتوحيد الألوهية ينقسم إلى قسمين: توحيد العبادة وتوحيد الحاكمية أو توحيد الإطاعة. توحيد العبادة ينقسم إلى 5 أقسام: العبادات الفكرية والعبادات القلبية والعبادات اللسانية والعبادات البدنية والعبادات المالية. أما توحيد الحاكمية فينقسم إلى قسمين: أولا الحاكمية التكوينية وثانيا الحاكمية التشريعية. أقسام التوحيد بفارسي:
اقسام توحید سه بخش دارن. توحید ربوبیت است و توحید الوهیت است و توحید اسماء و صفات است. توحید ربوبیت در زبان فارسی توحید افعال میگن، یعنی افعال الله سبحانه و تعالی. ربوبیت به معنای توحید افعال الله سبحانه و تعالی است. الله خلق کننده است، الله روزی دهنده است، الله شفا دهنده است، محیی زنده کننده است، ممیت میراننده. اینی یحییکم و یمیتکم یرزق من یشاء بغیر حساب. این توحید ربوبیت است. توحید الوهیت، اله به معنای معبود است و اله به کسی گفته میشه که دو صفت داشته باشه، ذاتش عبادت میشه و شریعتش اطاعت میشه. و توحید الوهیت به می خاطر دو بخش تقسیم میشه که ذاتش عبادت میشه، او رو توحید عبادت میگن، و احکام و حاکمیتش اطاعت میشه، او رو توحید اطاعت و یا توحید حاکمیت میگن. توحید عبادت که است تقریبا 5 قسم است. 5 قسم است که این چی است؟ عبادت های فکری هست، قلبی هست، زبانی، بدنی و مالی. و توحید حاکمیت که است دو بخش داره، حاکمیت تکوینی هست و حاکمیت تشریعی. توحید اقسام، توحید دری قسم دری اقسام لري. اول قسم توحید ربوبیت ده، ربوبیت توحید، یعنی ده الله سبحانه و تعالی کړنه کارونه، خلق السماوات والارض، خلق کون که الله ده، یرزق من یشاء بغیر حساب. دیت توحید ده افعال و ده کړنو و ده کارونه. دوم قسم توحید عبادت ده، الوهیت ده. الوهیت یعنی اله حق ذات دی چې ذات عبادت کیږي او قانون اطاعت کیږي. د دې لپاره توحید الوهیت دوه برخه لري. اوله برخه توحید العبادت ده او دومه برخه توحید حاکمیت ده. یعنی د الله عبادت کیږي او حاکمیت حکم تطبیقی. توحید العبادت څو قسم ده؟ توحید عبادت تقریبا 15 قسم. فکری عبادتونه دي، قلبی عبادتونه دي، د زړه د ژبې عبادتونه دي، بدني عبادتونه دي او مالی عبادتونه دي. دا عبادتونه دي د حاکمیت چې د حاکمیت یو تکوینی حاکمیت ده چې په کائناتو کې الله متعال په کائناتو کې د دې حکم چلیږي، په اسمانونو کې، په ځمکه کې. دته حاکمیت تکوینی. حاکمیت تشریعی وایي چې دا بیا تقریبا 12 قسم ده، 12 قسم دارد حاکمیت تشریعی که بازی. پس ان شاء الله صبح کلان از این چاپ میشه، باز کلان از اینجا نصب میکنیم که کلتان ایره یاد بگیرید. ان شاء الله ایره یاد گرفتین؟ از کسی برای ما اقسام توحید بیان بکنه؟ بفرمایید برادر. یعنی ما که نصب کنید صدای تو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. در درس امروز اقسام توحید مطالعه کردیم. در اقسام توحید گفتیم که توحید به 3 دسته تقسیم بندی میشه: توحید ربوبیت، توحید الوهیت و توحید اسما و صفات الله سبحانه و تعالی. باز در کاتگوری بعدی توحید الوهیت هم با 2 شاخه دیگه تقسیم بندی میشه. در مرتبه اول توحید العباده و توحید الحاکمیت، یعنی توحید در عبادت الله سبحانه و تعالی و همچنان توحید در حاکمیت الله تعالی که در این عبادت گفته میشه و بر از اون اطاعت گفته میشه. و توحید فی العباده به 5 بخش دیگه تقسیم بندی میشه: فکری، قلبی، زبانی، مالی و بدنی. و توحید فی الحاکمیه هم به 2 بخش دیگه تقسیم بندی میشه: یکی الحاکمیت و حاکمیت در تکوین، یعنی در کائنات و آسمان ها و زمین، و بعد از اون الحاکمیت و شریعه که باز بحث بعدی ماست. ان شاء الله بعد 12 بخش دیگه استاد گفتن تقسیم میشه. خب
بعد از این نوبت میرسه به چی؟ این اقسام توحید که است. اول با شما همین جدولایش باید یاد بگیریم. بعد از اون میریم به قرآن عظیم الشان که برای ما و شما چی بیان می‌کنه. اول توحید در عبادات فکری است. عبادات فکری که است خود فکر چی رو بگن؟ فکر دو قسم است. یکی فکر اسلامی هست و یکی فکر غیر اسلامی یا افکار فکری است. فکر دو قسم ده. یا اسلامی فکر ده یا کفری فکر ده. الفکر قسمان، الفکر الاسلامی و الفکر غیر اسلامی. این فکر اسلامی چی هست؟ فکر اسلامی یعنی اگر انسان وقتی که الله را عبادت میکنه در فکر اسلامی چه قسم عبادت میکنیم؟ ما را الله متعال نعمت ها داده. الله متعال بر ما نعمت ها داده که این نعمت ها را باید با شما چیزی که مثلا تخته نوشته میکنه بسیار مهم است. خب فکر خب الفکر ینقسم الى قسمين. اولا الفکر الاسلامی. من این عربی به خاطر براتون میگم که شما در ختم درس یک فایده دیگه هم بگیریم که عربی تانم کم چی میشه؟ پخته میشه. عقیده تان پخته میشه، عربی تان پخته میشه، فارسی تان پخته میشه، پشتوی تان پخته میشه. بعد از اون یک وقت تو پخته دعوتگر میشه. خب الفکر الاسلامی و الفکر غیر الاسلامی. ما دو قسم فکر داریم، یکی فکر اسلامی هست و فکر غیر اسلامی هست. برای یک مسلمان با دانش و با فرهنگ لازم است که اردوی زیر بشناسه. باز آیات قرآنی که در این باره هست او را هم دقیق از قرآن عظیم الشان بفهمه. به خاطر ازی که امروز کل مشکل جهان در اینمی قسمت است که دشمنان اسلام میخواهند که این فکر جانشین از این فکر بشه. فکر ما را تغییر بدن از فکر اسلامی به چی؟ به فکر اسلامی. ما مسلمان و نعمت وحی را داریم. چند نعمت شد؟ اولش چی است؟ دومش عقل، سومش علم، چهارمش قلب، پنجمش وحی. پس الله متعال برای ما به خاطر رسیدن به حق 5 نعمت دادن. این خط فکری ما را تشکیل میکنه. الان انسان مسلمان در محسوسات از حس استفاده میکنه. در چی از حس استفاده میکنه؟ در محسوسات انسان مسلمان از حس استفاده میکنه. الله متعال میگه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. چرا نظر نمیکنن به طرف شتر که چه قسم خلق شده؟ و الى السماء كيف رفعت. چرا نظر نمیکنی؟ این نظر چشم است. این نظر محسوس است. مفسرین کرام میگن این نظر محسوس نظر حس است که شما از حستان، از حس باصره، از حس سامعه، حس شنوایی، حس بینایی، حس لمس کردن متوجه هستین؟ حس ذائقه، حس شامه، بویدن. الان از این حواس انسان مسلمان مطابق قرآن عظیم الشان مکلف دارد که از محسوسات در حس خود استفاده بکنه. در معقولات انسان مسلمان از چی استفاده میکنه؟ از عقل. در معقولات بعضی چیزها هست که اون حس جواب گفته نمیتونه. مثلا وقتی دروازه تق تق میشه، وقتی دروازه تق تق شد، حس بر ما میگه که دروازه تق تق است. صحیح است؟ اما دیگه چیز گفته نمیتونه. حال عقلت است که باز بر چی میگه؟ که پشت دروازه کی هست؟ چی هست؟ پشت دروازه کی هست؟ اینجا باید از چی استفاده کنی؟ از معقولات. درباره معقولات به صدها آیت آمده که مثلا میگه افلا تعقلون. چرا از عقلتان کار نمیگیرید؟
یتدبرون، چرا تدبر نمیکنیم؟ افلا یتدبرون القرآن. آیاتی که درباره تفکر است، یتفکرون، تفکر، تدبر، تعقل، اولی الالباب، اولی الابصار، این کل آیات قرآنی درباره چی هستن؟ درباره استفاده کردن مسلمان از برای رسیدن به حق از چی؟ از عقل خود باید استفاده. این آیات ما و شما در درسای ما وقتی که عملا می آیات قرآن بازی ما در بخش عبادات میکنیم، حالا فقط ما بر شما یک تشریح عام میکنم. سوم که هست علم است. این الله متعال بر ما و شما میگه که در تجربیات باید از چی استفاده کنیم؟ از علمتان استفاده بکنین، از تکنولوژی استفاده بکنین، از ساینس استفاده بکنین، از وسایل. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. از رسول الله سرپرسان شد که قوت چی است؟ الرمیه. قوت گفت زدن است، که تیر بزنی، که کلاشینکوف بزنی، همه تا اساسات که پیشرفته تر شده مینه، که نیزه بزنی، هر چیز در وقتش، که راکت بزنی تا به اتم. پس الله متعال میگه که تو مسلمان باید از اتم استفاده کنی. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل. دیروز یک خواهش کردیم که برادرها تلفن‌هایتان باید از سن گل باشه. خواهش ما را بازم تکرار، خواهش. اینا کسایی که خواهش ما را مورد سوال قرار میدن، باز ما هم سوال قسمی قرار میدیم. خب انال و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. شما باید در مقابل دشمن اسلام چی باشین؟ قوی باشین. از این خاطر دشمن اسلام میخوایم ما شما را مصروف بسازن، در عکس مصروف بسازن. مثلا در کل هندوستان اگه بری شاید 50 تا سازنده باشه، در افغانستان میخوایم 500,000 سازنده باشه. چی کنیم قدر؟ در دیگه مملکت‌ها اگر مثلا 10,000 پودری باشه، در افغانستان باید 3 میلیون پودری باشه، 4 میلیون کلش پودری باشه. چرا؟ به خاطر از اینکه یا چی شوند؟ ضعیف شوند. پس الله متعال میگه شما از چی استفاده کنید؟ سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. الله میگه ما دینیم تکنولوژی در کهکشان‌ها، در آناتومی و فیزیولوژی وجود خودشان ما دلایل قدرت خدا بر از نشان میدیم. حتی یتبین لهم انه الحق، که این قرآن دین حق است. از این خاطر بسیاری از ساینسدان‌ها، بسیاری از دانشمندای بزرگ جهان در اروپا و امریکا چی میشن؟ مسلمان میشن. اما مسلمانی که این نمیفهمه این باز چی میشن؟ کافر میشن. چهارم چی است؟ قلب است. الله متعال میگه الا من اتى الله بقلب سلیم. این قلب سالم نگاه کن. از امراض خطرناک قلبی که غرور است، تکبر است، ریا است، خودخواهی است. متوجه هستین؟ دوستی با دشمنای الله هست، دشمنی با دوستای الله هست. این قلب از چیزا پاک کن. اینا رو باز شما میتونید که مسلمان خوب باشه. پس ما در تصدیقیات از چی استفاده میکنیم؟ اقرار به زبان میکنیم و تصدیق به چی میکنیم؟ به قلب میکنیم. الا من اتى الله بقلب سلیم. ایناله در مسائل دیگه هست که نه حس اونجا کار میکنن، نه عقل کار میکنن، نه علم کار میکنن، نه قلب کار میکنن. اینجا باز ما از چی استفاده میکنیم؟ از وحی در غیبیات. ایناله در غیبیات مثلا صفات الله چه قسم است؟ ذات الله چه قسم است؟ ایناله ذات الله و صفات الله و افعال الله و تقدیر الله، این کلی از اینا که از مربوط به غیب میشن. در این از چی استفاده میکنیم؟ از وحی استفاده میکنیم. پس انسان مسلمان این خط فکریش است. با این طریق ما با کجا میرسیم؟ به حق میرسیم. در محسوسات از حس استفاده میکنیم، در معقولات از عقل استفاده میکنیم. مثلا محسوس چی هست؟ محسوسی است که مثلا ما شما ببینیم اینمی انسان ها محسوس هستند، اینمی جامعه محسوس است، اینمی طبیعت محسوس است. صحیح است؟
این لابراتوار کوچک است. در این لابراتواری که هست با حس خود از استفاده میکنیم. از یک مسلمان بسیار عادی پرسان کردن گفتن شما چه قسم از حستان و از عقلتان استفاده میکنید برای شناخت خالق متعال؟ گفت والا صاحب من بسیار عادی آدم هستم، فلسفه و کتابا رو نخواندیم و چی نخواندیم چیزایی در نمیفهمم. خب من بسیار آدم عادی همی هستم که وقت صبحکی زمین خالی نمی‌کنم. سعی می‌کنم که دیروز یه چاپ قلم نبود، اینجا چاپ قلم است. دیروز هیچ همین پشقلای شطور نبود، فضلات شطور. امروز می‌بینم که در این دشت فضلات شطور هست. دیگه عقل نبره من که ولی از اینکه یک نفر رو پیر شدن اون و قافلات شده شطور می‌ده که اینجا همون فضلاتشان است. پس البعرة تدل على البعیر. یک بشقل شطور دلالت میکنن که شطوری از اینجا تیر شدن. آیا آسمان ها و زمین دلالت نمیکنن که خالق دارن؟ پس انسان مسلمان در محسوسات از چی استفاده میکنن؟ در معقولات از عقل. وقتی که باز در تجربیات شد از ساینس استفاده میکنن، از تکنولوژی استفاده میکنن، از فیزیک میکنن. وقتی که مسلمان ها بعضی مسلمان های پیدا شد که خط زدن باشون گفتن که ساینس چی میگه نوز میکن؟ دیگه چی آمد؟ در فکر مسلمان ها شکست آمد. وقتی در فکر شکست آمد در وجود در نظام در کل چی میه؟ شکست میه. باز قلب انسان مسلمان باید از قلب سالم خود چی کنن؟ استفاده کنن. و در صورتی که در غیبیات شد باز در غیبیات انسان مسلمان چی میکنن؟ از وحی استفاده میکنن. چون وقت ما پوره هست باز دیگه انشاءالله فردا بخیر انشاءالله ادامه میتیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.